پناهگاه پردیس تبریز هستیم. ما الان پذیرای این زبونبسته هستیم در اینجا. من خواهش میکنم از همه شما عزیزان پناهگاه پردیس رو حمایت بکنید، چون اینجا با حمایت شما مهربونا هستش که داره میشه و ما میتونیم که در حقیقت خدمات بدیم به این زبونبسته ها. وقت غذاشون هستش و دارن آماده میشن بچه ها غذاهای پخته شده رو بهشون تقسیم بکنن. کامنت بلند شو آفرین